سلام دوستان عزیزم، به کانال هنرکده پریسا خوش اومدین. امروز آموزش گل‌آرایی این گلدون بسیار شیک رو داریم و تو 2 مرحله براتون آپلود میکنم. من یه سطل پلاستیکی داشتم، اینو آوردم تا آموزش گلدونش رو براتون ضبط کنم. با یه تیکه جاجیم یا پارچه‌ای که خودتون دوست دارین روی کار رو میچسبونین. به همین ترتیب که من دارم انجام میدم انجام میدیم. هر تیکه رو که میچسبونیم قشنگ دست بکشید رو پارچه که صاف چسبیده بشه. به همین ترتیب تا انتهای گلدون پلاستیکیمون رو انجام میدیم. اضافه پارچه رو که از بالای گلدون هستش قیچی میکنم. برای این آموزش ها زحمت زیادی کشیدم. لطفاً با لایک و کامنت همراهی کنید و سابسکرایب کانال یادتون نره. برای دوستانتون بفرستین، شاید نیازشون بشه. اینجا من یک مقدار سرعت ویدیو رو بالا بردم. شما از همون پارچه‌ای که دارین به انتهای کار و بقیه دور گلدون اگه مونده مثل من بچسبونید. یه نوار یراق بسیار شیک و سنتی من دارم، میخوام دور کارم بچسبونم. شما از نوارهای دیگه میتونید استفاده کنید، متناسب با پارچتون باشه. میتونید نگین بزنید یا هر یراق دیگه ای دارید. به جای این که من استفاده کردم میتونید استفاده کنید. دور تا دور کار رو میچسبونید.
روی همه نخهای اتصال پارچه تیکه های یراق رو میچسبونیم چون نخکش نشه و زیبایی بیشتری به کارمون بده. قسمت اول آموزش رو همینجا به پایان میرسونم، آپلود میکنم براتون. حتما قسمت دوم رو ببینید. گلارایی این گلدون شیکه. این گلدون رو حتما برای خودتون بسازین و لذت ببرید. لایک، کامنت فراموش نشه دوستان عزیزم.